سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در روستای تابستان نشین املش. امروز جمعه 26 شهریور ماه و ساعت حدود 12 هستش. قبل از اینجا به منطقه رامکوی املش رفتیم که ولاگش رو براتون چند روز پیش در کانال قرار دادیم و لینکش رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو میذارم. شهر املش در 75 کیلومتری شهر رشت و 16 کیلومتری شهر روستا قرار داره و جزو شهرهای شرق گیلان هستش. یکی از دیدنی ترین جاهای این شهر روستای تابستان نشین است که برخلاف علاقات سایر شهرهای شمالی بسیار به شهر نزدیکه و منظره وصف نشدنی از باغات چای و جنگل و شهر املش رو میشه درونش تجربه کرد. دسترسی به این منطقه بسیار ساده و راحت و پیشنهاد ما اینه که حتما به این منطقه سر بزنید و از طبیعت زیبا و دیدنیش لذت ببرید. در ضمن ولاگ مربوط به سه‌شنبه بازار املش را هم قبلا در کانال گذاشتیم که لینکش رو براتون در قسمت توضیحات قرار میدم. خواهشم با لایک ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
مغازه چطور؟ شما